بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى در قرآن کریم در سوره قصص می‌فرماید: و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون. پروردگاری تو ای محمد صلی الله علیه وسلم چیزی خاص آن را می آفرد و یختار اختیار می کند. الله تعالی خلق می کند و اختیار می کند. از بین مخلوق ها آدمی را افضل گردانید و از بین سالها ماه مبارک رمضان را اختیار کرد و از منطقه ها و شهرها شهر مکه و مدینه را انتخاب کرد و از روزها روز جمعه را انتخاب کرد و از روزهای سال روز عرفه و دهه اول ذوالحجه را انتخاب کرد. از شبها دهه آخر رمضان را انتخاب کرد و مخصوصا شب قدر آن را. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار تو هر چیزی که خواست می آفرد و اختیار می کند. ما کان لهم الخیره، اختیار در دست بندگان نیست. یعنی در این موضوع الله یه شهری که نه گیاهی می روید، نه پرنده زندگی می کند، نه انسی هست، نه حیوانی هست، همونجا رو انتخاب کرد. یک جایی که هوایش گرم است. او حکیم است، او میداند، او دانا هست. و اینچنین از بین ماه‌ها ماه رمضان را، از بین شبها شب قدر را. ما کان لهم الخیره، بهترین ها را انتخاب کردن در دست خلق نیست. سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و الله تعالی از آن وصفایی که مشرک ها الله تعالی را وصف میکردن پاک است. الله تعالی چی گونه ای که مشرک ها الله تعالی را وصف کرد اون گونه نیست. و در صحیح بخاری آمده است که عبدالله ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن رضی الله عنه و ارضاه گفتند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سخی ترین مرد دنیا بودند. و کان اجود ما یکون فی رمضان، و از همه حالت سخاوتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان. در غیر رمضان هم سخی ترین و کریم ترین مرد دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، چون که از کمبغلی نترسیده خیر میکردند. اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر. یکی از راهبران قبیله ها، امیر قبیله، و نزد قبیلهش رفته گفت که قوم گفت اسلام بیارید، مسلمان شوید که محمد از کمبغلی نترسیده خیر میکرد است. وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر پرسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک وادی بیشمار گوسفند دادن، نشماریده. نگفتن که مثلا 100 عدد یا 1000 عدد دهید، نه، بلکه یک وادی گوسفند را دادن. بنابراین رفته گفت که اسلام قبول کنید که محمد از کمبغلی نترسیده خیر میکرده است. خلاصه ببینید این سخنی عبدالله ابن عباس را میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان کریمترین مرد دنیا بودن و این واقعی هست، چون که در حیاتشان یگان مراتبه نه نگفتن. کسی اگر پرسیده بیاد نه نگفتن. لولا تشهده ما قال لا قط، اگر التحیات نمیشد، تشهد خواندن نمیشد، نه نمیگفتن. تشهد در تشهد اشهد الله است، نیست معبودی بر حق غیر الله تعالی. اونجا کلمه نیست.
یعنی هیچگاه به پرسنده نیست نمیگفتند. اگر در کار شود در طول حیاتشون هم نیست نمیگفتند مگر فقط نیست الهی حق غیر الله. و این چونین در حیاتشون یگان مراتب چیزی فروختگی نیست، ولی خریدن پیامبر صلی الله علیه و ولی نفروختن. حتی مورخ ها ذکر میکنن علمای برجسته که وقتی که کارمند خدیجه بودن پیش از نکاحشان به دیار شام برای تجارت میفرستند، اون وقت هم پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه فروختن در دست ایشان نبود، فقط میگن حساب و کتاب و امانت نگهداری پول در دست پیامبر صلی الله علیه و سلم می ایستاد، ولی نمی فروختن، چون آدم کریم می دهد نمی فروشد. بنابراین در حیاتشان یگان مراتب یگان چیز فروختگی نیستند، چون که وقتی که انسان می فروشد به عوضش چیزی می گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تو می دادن و این چونین برای پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی یه نوع هدیه را حرام کرد که ولا تمنن تستکثر. در سوره مدثر الله تعالی که نده با مقصد گرفتن. یعنی بسیار آدم ها به یک آدمی منصبدار خاصتا یا به آدمی پولدار یگان چی هدیه میدهند، لیکن مقصدش چی؟ مقصدش گرفتن زیادتر. بنابراین الله تعالی که ولا تمنن تستکثر، ای پیغمبر تو با هدیه نده به یگان کس با مقصد زیاد کرده گرفتن. هدیه معده میدهد آدمی کم بغل، مثلا کاری که با دستش ساخته است مثلا، یا یک چیز، مقصد این هدیه ها نزدیک شدن با آدمی پولدار، نزدیک شدن با آدمی وظیفه دار هست، بر عوض این یک چی خواستن هست. و این نوع هدیه به پیامبر صلی الله علیه و سلم منع شد. و این چنین بعضی علما گفتند که برای عالم ها هم این خیلی کار ممکن نیست، ولی برای دیگرها هیچ گپی ندارد، خاصتا اگر در راه حلال و در راه درست باشد، رشوه نباشد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم سخی ترین مردم بودند، لیکن از همه وقتی سخاوت زیادشان در ماه رمضان بود. یعنی فرق میکرد. و بعد علتش را بیان کردن، سبب. بنابراین مردم زکاتشان را در ماه رمضان برای همین میبرند که در ماه رمضان خیر کردن ثوابش عظیمتر است نسبتی دیگر ماه ها و روزها، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان سخی تر میشدند. از همه حالتی که پیامبر صلی الله علیه و بسیار سخی میشدند در ماه رمضان بود، وقتی که جبریل را وا میخورد. حین یلقاه جبریل، این دلالت میکند که جبریل به منزلت استاد بود. یعنی استاد که وا خورد ایمانش زیاد میشه. و این چنین ایمان باوری که زیاد شد انسان نترسیده میدهد. برای چی؟ برای اینکه برگشته میآید. یک علتش این که جبریل وا میخوردن، هم نشستی نیک. دوم علتش حین یلقاه جبریل و کان یلقاه فی کل لیلة من رمضان، هر شب رمضان وا میخوردن. فیدارسه القرآن، علت دوم این است که درس قرآن میکردن. این دلالت میکند که درس قرآن از جمله درس حدیث و شریعت همش درس قرآن است، فقه هست و تاریخ هست، همش معنای قرآن است. فیدارسه القرآن، درس قرآن میکردن. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم از شمال دیده از پیامبر صلی الله علیه وسلم خیر تیزتر میوزید. روایت بخاری. مبینید در طول عمر پیامبر صلی الله علیه وسلم آدمی سخی بود، لیکن در رمضان سخی تر، حتی از شمال دیده خیر ایشان بسیارتر میوزید. حضرت عایشه چی میگن؟ حضرت عایشه میگن که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در ماه رمضان چنان کوشش میکردند که در غیر رمضان این گونه کوشش نبود. و فی العشر الاواخر منه ما لا یجتهد فی غیره، و در دهه آخرش
چنان اجتهاد و غیرت در عبادت داشتن که در 2 دهه اول نبود. ببینید یعنی ماه رمضان یک کارهای میکردن که در غیر رمضان نمیکرد و در دهه آخرش با کارهای زیاد میکردن که در 2 دهه اول نمیکردن.